سلام دوستان، صبح شما بخیر. امروز 10 دی طبق معمول بلند شدم، صبحانه بخورم، تلویزیون روشن کردم، شبکه نمایش فیلم آزادیخواه سیمون بولیوار، ژنرال ونزوئلایی که بعداً چیز شد، اعتراض کرد و نسبت به اسپانیا و تونست که کشور کلمبیا رو تشکیل بده و به رسمیت بشناسه. و پخش کردن این فیلم در این باره از زمان که اعتراضات مردم تو خیابوناست و از گرونی رنج میبرن، به نظر من غیر مستقیم خود صدا و سیما هم داره از اعتراضات مردم حمایت میکنه. فقط خواستم این نکته رو بهتون بگم. حالا نمیدونم چقدر این نظریه من درست باشه، ولی به نظر من پخش کردن این فیلم در این بره از زمان جای سوال داره.